یه روز رو مبل نشسته بوده و داشته نوشابه‌های کوچا میخورده که یک دفعه میگه این دیگه مزه شیطی این داره و نگاه میکنه میبینه پپسی دستش بوده. هی چی صافت من میگم این چه مزه زیر بغلش رو طور میده. خیلی سلمون باید طبقه کوکاکولا بکنی. بیزای کوکا برداره. بعدش هم که از یخچال یا کوچا دیگه برمیداره میره بشینه بخورتش که تا میاد بره بالا یا پپسی من مقدس. بابا این چیزای تقریبیت میده که بازم یه کوچای دیگه از یخچال برمیداره ولی تو راه دوباره زرتی به پپسی تبدیل میشه و محمدم با یه فاز من ریدم تو پپسی 2 مرتبه میره سر یخچاله. اما این دفعه به محض اینکه دستش به قوطی نوشابه میخورده کوکاش تبدیل به پپسی میشده و متوجه میشه که روح مرحوم پپسی من در وجود او فرو رفته بوده و برای همین از رو ناچاری با این انبوره نوشابه ها رو برمیداره تا دستش بهش نخوره. بعدم اینجا با پیشگوشی فرو میکنه تو نوشابه های بدبخت و بازش میکنه. بعدش هم میاد با نی بخورتش ولی تا نوشابه به لبش لب به لب میشه زورت دوباره روح مرحوم پپسی من وارد عمل میشه. محمدم دیگه کفری میشه و میره سر یخچال از حرصش میزنه همه کوچه ها رو میماله به هم دیگه و همه‌شون رو به پپسی تبدیل میکنه. برای همین محمد از در خونه میزنه بیرون و از این فروشگاه 2 تا پک چند تای کوکاکولا میخره تا با خیال اینکه اینا دیگه باگی نمیخورن اتگوی نمیتونه پپسی منو بخوره ببره اینا رو بخورتشون. ولی همین که میرسه خونه و میاد یه پک از نوشابه رو برداره دوباره زارت تبدیل به پپسی میشه که دیگه محمدم همه رو پرت میکنه میگه بابا من ریدم تو خواندن پپسی من. بعدم میره سر یخچال تو کشوی آخرش 2 تا بطری کوچا میبینه که این دفعه خیلی با احتیاط من نوشابه رو بریزه تو لیوان و بخورتش. ولی باز موقع خوردن دوباره پپسیش زرت میزنه بیرون که محمدم آخر راضی میشه و میگه یه قوطی پپسی برمیدارم بخورم جهنم ضرر بابا و قلوب به اولی که میخوره یک دفعه آه خانواده کوکاکولا میگیرتش و زمین شروع میکنه به تکان های شدید خوردن که خونه محمد و همه چی قشنگ به چخ سگ میره. بعدم محمد میبینه بله آخر زمان نوشابه طوری شده بوده و علاوه بر زمین لرزه صاعقه های سگی هم داشته میزده به سگ صورت شهر و انقدر همه چیز خرط و خرط شده بوده که کل زمین قشنگ به گوز میره. در آخرم از این ویدیو نتیجه میگیریم که مصرف نوشابه برای سلامتی مضره علل خصوص همراه با مواد مخدر توهمزا. خیلی ممنون، خداحافظ.